به نام خدا. سلام دوستان، من یوسفی هستم. ادامه درس مدارات منطقی. یه مقداری تبدیل مبناها رو بررسی کردیم، بعد سیستم های نمایش اعداد علامتدار رو توی مبنای دو که سه تا سیستم معرفی کردم: سیستم علامت مقدار، سیستم وانس کامپلیمنت و سیستم توس کامپلیمنت یا مکمل دو. یه مقداری راجع به سیستم مکمل دو بیشتر صحبت بکنم. سیستم مکمل دو، اشاره کردم که تو سیستم مکمل دو بیت ها دارای ارزش هستند مثل سیستم بی علامت، فقط چپترین بیت دارای ارزش منفیه. این قدر مطلقش همونی که تو بی علامته، ولی مقدارش منفیه. واسه اینکه باز بهتر بحث جا بیفته، واسه شروع کار یه مثال ببینیم. اعداد زیر در سیستم مکمل دو هستند، هر یک را به مبنای 10 ببرید. یعنی ارزش یا ولیو هر کدوم از این اعدادی که می نویسم رو پیدا کنید. 1001 11001 11101. بعد این نتیجه ها هم خواهیم گرفت. خب 4 تا 1 بابا، 6 تا 1، 0110. خب بیایید ارزش گذاری کنیم، مقداراشون رو پیدا کنیم. این بیت ارزشش 1، این 2، این 4، اینم منفی 8. که اگه ضرب کنید و جمع کنید، منفی 8 به علاوه 1 میشه منفی 7. البته از یه راه دیگه هم میشه فهمید که من راست میگم و این منفی 7. این به هر حال منفیه، قبوله، چون چپش 1. بعد این اگه توس کامپلیمنتش کنید میشه 0 1 1 1، یعنی مثبت 7. پس این بوده منفی 7، چون توس کامپلیمنت کردن تو سیستم مکمل دو یعنی قرینه کردن. عدد منفی میشه مثبت، عدد مثبت میشه منفی. بچه بعدی رو پیدا کنم. 1 2 4 8 منفی 16، که اگه ضرب کنید منفی 16 به علاوه 8 به علاوه 1 باز میشه منفی 7. عدد بعدی 1 2 4 8 16 منفی 32، که اگه ضرب کنید باز میشه منفی 7. یه چیزی من فهمیدم، اگر بیت سمت چپ یه عددی تو سیستم مکمل دو رو بیاید تکرار کنید، اکستند کنید، یعنی ساین اکستند اصطلاحاً بکنید، مقدار عدد عوض نمیشه. یعنی اگه چپ 1 رو تکرار کنید، اگه 0 رو تکرار کنید، ولیو یا مقدار عدد حفظ میشه. در واقع با این شیوه میشه یه عدد مثلا 4 بیتی رو تبدیل کرد به عدد 8 بیتی. عدد 4 بیتی بخواد تبدیل بشه به عدد 8 بیتی، نباید پشتش بیایم 0 بذاریم تو سیستم مکمل دو، بعد بیایم پشتش رو با علامتش پر کنیم. اگه علامتش 1 رو تکرار کنیم، اگه 0 رو تکرار کنیم، اینجوری مقدار عوض نمیشه. بچه ها عدد بعدی 4 تا 1 1 2 4 منفی 8، که اگه ضرب بفرمایید 1 ضرب در منفی 8، 1 ضرب در 4، 1 ضرب در 2 جمع کنید میشه منفی 1. معلوم هم هست این چرا منفی 1، توس کامپلیمنت این میشه 0001، یعنی مثبت 1. پس این بوده منفی 1. این هم که بچه ها اکستند شده همینه، پس این هم میشه منفی 1. عدد بعدی هم که یه عدد مثبته، نه، 1 2 4 منفی 8. بچه ها بیت سمت چپ به هر حال ارزش منفی داره، بیت سمت چپ منفیه به هر حال، ولی وقتی که چون 0 ضرب میکنی، خب 0 ضرب در منفی 8 0 میشه، 1 ضرب در 4 1 ضرب در 2 میشه مثبت 6. پس من بلدم خیلی سریع تو سیستم مکمل دو مقدار عدد رو به دست بیارم بدون اینکه بیام مثبتش کنم. اگر عدد منفی بود میتونم مستقیما مقدارش رو چیکار کنم بچه ها؟ محاسبه کنم. خب این شد سیستم مکمل دو تا الان.
خب سیستم مکمل 2 رو تا حدی شناختم. میخوام عملیات جمع و تفریق رو بگم تو سیستم مکمل 2. جمع و تفریق در سیستم مکمل 2. بچه ها واسه جمع دو عدد تو سیستم مکمل 2 اصلا مهم نیست که دو عدد منفی هن یا مثبت و کافیه دو عدد رو زیر هم بنویسید و با هم جمع کنید. اصلا این سیستم ها رو ساختم واسه این، چون اگر اینجوری نبود سیستم مکمل 2 اگه نبود مثلا سیستم علامت مقدار، خواهیم دید که جمع و تفریقش پیچیده است و نمیشه به راحتی زیر هم نوشت جمع کرد. باید ببینیم اعداد مثبتن یا منفی‌ان و مثل دبستان برخورد کنیم. اگر هم علامت بودن جمع کنیم، مختلف علامت بودن کم کنیم. ولی تو سیستم مکمل 2 اینجوری نیست. یه مثال ببینم. با 4 بیت بچه پس فکر کنید که سیستم 4 بیتیه. خب با 4 بیت حاصل جمع های زیر را در سیستم مکمل 2 بیابید. خب من یه سری جمع می نویسم، حاصل این جمع ها رو میخوام ازتون. خوبه؟ 1 0 0 1 جمعش با 0 1 1 1. عملیات با 4 بیت قرار انجام بشه. 1 1 0 1 جمعش با 1 1 0 0. 0 0 1 1 به علاوه 0 0 1 0. فعلا همینا رو انجام بدیم، بعد من یه نکاتی رو میگم خدمتتون. خب من انجام میدم. همطور که گفتم سیستم مکمل 2 نکته جالبش اینه که اگه میخوای جمع کنی اصلا مهم نیست که اعداد مثبتن یا منفی و دقیقا مثل بی علامت باهاشون برخورد کن. یعنی زیر هم بنویس جمعشون کن. خب 1 با 1 جمعش میشه 2 که رقم جمعش یعنی سامش 0 میشه، رقم نقلیش هم میشه 1. چون 2 که تو مبنای 2 نداریم، نه اینا مبناشون 2 دیگه. 1 و 1 دوباره جمعش میشه 0، رقم نقلیش هم میشه 0، میشه 1. 1 و 1 میشه 0، اینجا هم میشه 0. اگه بررسی کنید بچه ها حاصل کاملا درسته. این عدد منفی 7 تو سیستم توس کامپلیمنت، اینم مثبت 7 و نتیجه هم به درستی شده 0 و این خیلی جالبه. سیستم مکمل 2 بچه ها ساخته شده که از این کارهای راحت بشه باهاش کرد. قبل از اینکه بقیه رو ادامه بدم، توی همه کامپیوترها دوستان یه سری اصطلاحاً فلگ وجود داره. تو همه کامپیوترها یه سری فلگ یا پرچم وجود داره. یعنی یه رجیستری هست که حالا شاید بعضیا رجیستر رو نشناسید. این رجیستر یه سری بیت داره که این بیت ها رو بهش میگیم فلگ و این فلگ ها هر کدوم یه معنی دارن و بعد از اینکه یه عملی انجام میدیم این فلگ ها 0 و 1 میشن. مثلا یه جمعی که انجام میدیم، خب این فلگ ها مقدارشون 0 و 1 میشه. بعد از روی این فلگ ها ما میفهمیم که جمع چجوری اوضاعش. 4 تا از این فلگ ها مهمه واسمون که این 4 تا عبارتند از C مخفف کری، Z مخفف زیرو، S مخفف ساین، حتی اسم دیگه S هست N مخفف نگتیو و فلگ V یا O مخفف اوورفلو. پس من گفتم خدمتتون این 4 تا بچه ها 4 تا بیتن توی پردازنده شما که وقتی که یه جمع یا تفریق یا یه عملی انجام میدیم این فلگا 0 و 1 میشن و 0 و 1 شدنشون معنی داره. حالا چجوری 0 و 1 میشن؟ فلگ C بچه ها وقتی 1 میشه که از بیت سمت چپ حاصل رقم نقلی خارج شود.
یعنی من یه جمع انجام دادم با n بیت، خب بعد یه بیت زده بیرون از n تا n به علاوه 1 بیت شده در واقع. اون بیت n به علاوه 1 بهش میگم کری. پس کری وقتی 1 میشه که از بیت سمت چپ حاصل رقم نقلی خارج شود. در غیر این صورت خب کری 0 میشه. بچه فلگ زد وقتی 1 میشه که حاصل عملیات 0 باشد. مثلا یه جمع تفریق چیزی انجام دادم، حاصلم شده 0، فلگ زد میره بالا. فلگ بعدیم دوستان فلگ S وقتی 1 میشه که حاصل عملیات منفی باشد. معنیش اینه که بیت سمت چپ حاصل 1 باشد. کامپیوتر که منفی مثبت نمیفهمه. خب شما دو تا عدد که جمع میزنی، اگر حاصل جمعتون بیت سمت چپش 1 باشه، این S میشه 1. و بالاخره فلگ V وقتی 1 میشه که حاصل عملیات خطا باشد. یعنی چی خطا باشد؟ یعنی اینکه از رنج، از بازه مجاز خارج باشد. یه عملیاتی انجام دادم، نتیجم از رنج زده بیرون. هر سیستم یه رنجی داره، از اون رنج که بیاد بیرون فلگ V میره بالا. خب این 4 تا فلگ اومد. چون من توی این مثالا میخوام مقداراشو بگم. الان توی این مثال دیدید که 1 و 1 0 شد، اینم 0، اینم 0، اینم 0. الان از بیت 5 در واقع از بیت 4 یه سی اومد، یه کری اومد بیرون، یعنی فلگ سی مون میشه 1. پس توی این مثال فلگ سی مون میشه 1. فلگ زدمون هم میشه 1 چون حاصل عملیات 0. حاصل که 0 یعنی فلگ زد میشه 1. فلگ ساین میشه 0 چون بیت سمت چپ یعنی این 0. این دقیقا فلگ ساینه. فلگ اوورفلو هم 0 چون حاصل عملیات درسته. حاصل چون درسته یعنی تو رنجه، پس وی نداریم. دقت کنید که کری به معنی وی نیست لزوما. یعنی کری که 1 بشه از بیت 4 1 کری بیاد بیرون، نشون دهنده خطا نیست. جمع بعدی رو انجام میدم. خب 1 0 1 و 1 0 1 و 1 و 1 1. یک فلگ، یک رقم نقلی خارج شد. حاصل عملیات 0 نیست. حاصل عملیات منفی است. حاصل عملیات ببینیم درست است. این بچه ها اگه موافق باشید منفی 3، این منفی 4. یادت نره سیستم مکمل 2. اینم منفی 7 و حاصل درست است. حتی جلوتر میگم که چه راهایی وجود داره که بفهمیم حاصل درسته یا غلطه تو کامپیوتر. خب بچه این 1 0 بعد 1 0 کری بیرون نیومد. حاصل عملیات 0 نیست. حاصل عملیات مثبت است. حاصل عملیات درست است. کری ببخشید بیرون نیومد. پس همه فلگام توی این مثال 0 شد. بچه این مثبت 3 بودش، این مثبت 2 بودش، این هم به درستی مثبت 5 و خطایی وجود نداره. یه مثال 4 بیتی دیگه هم بگم دوستان. این جمع 4 بیتی رو هم انجام بدید و وضعیت فلگاشو بگید. 1 0 0 1 جمعش با 1 0 1 0. سیستم مکمل 2. خب جمعمون هم 4 بیتیه. هر جا لازمه فکر کنید فیلم ها نگه دارید. خب این 1، اینم 1 0 1 و 1 0 کری بیرون اومد. حاصل عملیات 0 نیست. حاصل عملیات منفی نیست، نه مثبت دیگه. و اگه فکر کنید سرریز اتفاق افتاد، چون جمع 2 عدد منفی شده مثبت، یعنی که خیلی تابلویی که سرریزه. در واقع این عدد منفی 7، این منفی 6 جمعش شده مثبت 3 که غلطه. یه نمونه دیگه هم ببینیم. 0 1 1 1 جمعش با 0 1 1 0. خب 1 0 1 1. اشتباه که نکردم من. 1 با 0 1 1 و 1 0 کری داد. 1 و 1 و 1 1 اینم. بچه ها کری بیرون نیومد. حاصل عملیات 0 نیست.
حاصل عملیات منفیه چون سمت چپ یکه و خیلی واضحه که خطا شده چون جمع دو عدد مثبت منفی شده. به عبارت این مثبت 7، این مثبت 6، ولی جمعش به جای اینکه بشه مثبت 13 شده منفی 3. چرا این دوتا مثال آخر غلط شد؟ چون حاصل توی بازه مجاز نیست. منفی 6 و منفی 7 جمعش میشه منفی 13، ولی منفی 13 با 4 بیت قابل نمایش نیست. بچه ها با 4 بیت بازه اعداد از منفی 8 تا مثبت 7. واسه همین دوتا مثال آخر چون حاصل جمعشون توی رنج نیست، یه عددی به وجود اومد و تولید شد که اون عدد خطاست. بکنم اوکی همه چیز. خب الان بچه ها سوال پیش میاد که چطور میشه سرریز و تشخیص داد؟ یعنی کامپیوترها چطور سرریز رو میفهمن؟ خب تشخیص سرریز تو سیستم مکمل 2. روش 1 دو تا روش هست من میگم. روش 1 اگر جمع دو عدد مثبت منفی شود یا جمع دو عدد منفی مثبت شود سرریز است. دقت کنید بچه ها چی میگه. دو تا عدد مثبت رو جمع کنیم بشه منفی مثل اینجا، یا دو عدد منفی جمعشون بشه مثبت غلط. ممکنه از خودتون بپرسید که جمع یه عدد مثبت با یه عدد منفی چطور؟ آیا اون کی غلطه؟ کمی فکر کنید بچه ها. جمع یه عدد مثبت با یه عدد منفی هیچ وقت غلط نمیشه، چون جمع یه عدد مثبت با یه عدد منفی حتما تو رنج هست. در واقع مثبت داره به منفی اضافه میکنه، منفی داره از مثبت کم میکنه و چیزی که به دست میاد بین این دوتاست. پس این جمله‌ای که من گفتم لازم و کافیه. پس یه برعکس هم بگم، یعنی سرریز این است و غیر از این نیست. چون جمع دو عدد مختلف العلامت امکان نداره سرریز بشه. خب این یه روش. یه روش جالب دیگه هم هست. اگر رقم نقلی وارده به بیت سمت چپ با رقم نقلی خارج شده از آن برابر نباشد سرریز است. اینم و برعکس. بچه ها به این یکم دقت کنید. رقم نقلی که به بیت سمت چپ وارد میشه، مثلا توی این مثال نگاه کنید. الان توی این مثال رقم نقلی که وارد شد اینجا 1 بود و رقم نقلی که از اینجا خارج شد هم 1 بود. این دوتا برابرن، پس مشکلی وجود نداره. این مثال هم بچه ها رقم نقلی که وارد بیت آخر شد 1 بود و رقم نقلی که خارج شد هم 1 بود که باز مشکلی وجود نداره. این مثال هم بچه ها رقم نقلی که وارد بیت آخر شد 0 بود، چیزی ننوشتم اینجا، و 0 هم چیه؟ خارج شد، پس مشکلی وجود نداره. ولی این دوتا مثال اگه نگاه کنید، رقم نقلی که مثلا اینجا وارد بیت آخر شد 0 و اونی که خارج شد 1 خطا. اینجا هم بچه ها رقم نقلی که وارد بیت آخر شد 1 ولی رقم نقلی که خارج شد 0 خطا. چراش هم الان بحث میکنیم با هم. پس این دو روش تشخیص سرریز در سیستم مکمل 2. من یکم ریاضی اینا رو بنویسم تا بیشتر با هم صحبت کنیم. دوستان یه لحظه این نوشته های من رو نگاه کنید. من دو تا عدد NBT زیر هم نوشتم و حاصل جمعشون رو زیرش محاسبه کردم. کری که از جمع آصف بیصف تولید میشه اسمشو میذارم C1. کری که از جمع C1 و A1 و B1 تولید میشه اسمشو C2 میذارم. به همین ترتیب کری که وارد این خونه میشه CN منهای 2، کری که وارد این خونه میشه CN منهای 1 و کری که از اینجا میاد بیرون CN، که این CN همون فلگ C ماست. خب بچه ها روش هایی که من واسه خطا گفتم و میخوام روی این پیاده کنم. روش 1 چی گفت؟ روش 1 تشخیص خطا این بود که جمع دو عدد مثبت بشه منفی و جمع دو عدد منفی بشه مثبت. کلا معنیش اینه که AN منهای 1 و BN منهای 1 اگه مساوی باشن و این متفاوت باشه با SN منهای 1،
یعنی این دوتا صفر باشن این یک، یا این دوتا یک باشن این صفر، نتیجه لازم کافی میشه که اوورفلو پیش اومده. روش دو تشخیص سرریز گفت که اگر کری که خارج میشه یعنی CN با کری که وارد بیت سمت چپ، اصطلاحاً به بیت سمت چپ MSB میگن، خب اگه اینا مخالف هم بودن نتیجه لازم کافی سرریز. پس این دوتا شرط لازم و کافیه برای آن که سرریز اتفاق بیفتد و تو کامپیوتر یه سری اصطلاحاً گیت میذارن که با یکی از این روش ها بفهمن که خطا پیش اومده یا نه. خب من میتونم یه روش سومی هم ابداع کنم و اون این که اگر AN منهای 1 و BN منهای 1 مساوی بودن و مخالف بودن با CN منهای 1، اون وقت باز لازم کافی سرریزه. میخواید به این فکر کنیم؟ اول میخواید به این فکر کنیم که چرا این دوتا کری یکی نباشن غلطه؟ خب بیاید فکر کنیم. بیاید فکر کنیم بچه این دوتا کری اگر یکی نباشن چرا غلطه؟ خب این دوتا کری یکی نباشن دو حالت داره، یا این صفر این یکه یا برعکس. بررسی کنم که چی شده که اینجوری شده. اگر این کری CN منهای 1 صفر باشه، کری CN بخواد یک باشه، حتما این دوتا یکن. اون وقت جمع صفر و یک و یک قبول دارید حتما دوتا یکن دیگه، چون دوتا یکیشون اگر یک نباشه کری بیرون نمیاد. اون وقت صفر و یک موافق سامش میشه صفر. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ جمع دو عدد منفی مثبت شد. خب یعنی خطا دیگه. پس هر وقت این صفر باشد این یک باشد، معنیش اینه که جمع دو عدد منفی شده مثبت. در ضمن روش سم دارم توجیهش میکنم. این دوتا یکن این صفره، یعنی این دوتا مساویان، متفاوت با این. حالت برعکسش هم چک کنیم. بچه ها این یک باشه این صفر، ببینیم که چی شده که اینجوری شده. قطعا این دوتا صفر بودن، چون اگه یک کدوم هم یک باشن کری تولید میشه. اون وقت جمع یک و صفر و صفر خب یک دیگه. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ جمع دو عدد مثبت منفی شد. یعنی هر وقت این کری یک باشد و این کری صفر باشد، اینطور شده است که جمع دو عدد مثبت منفی شده است. فکر کنم روش 3 رو هم با این کار توجیه کردم. این دوتا مساویان، متفاوت با اینه. پس این 3 روش تشخیص سرریزه در سیستم توس کامپلیمنته. خب دوستان، من راجع به جمع سیستم مکمل 2 یه توضیحاتی دادم که گفتم جمعش مثل دقیقاً جمع اعداد بی علامته و روش تشخیص سرریز رو هم با 3 روش گفتم. بیاید راجع به تفریق سیستم مکمل 2 با وجود یکم با هم صحبت کنیم. تفریق سیستم مکمل 2. توی کامپیوترها تفریق که میخواد انجام بشه با روش جمع انجام میشه. یعنی چه جوری؟ یعنی عدد اول جمع میشه با قرینه عدد دوم و همطور که یادمون هست قرینه یعنی مکمل 2. تو سیستم مکمل 2 یه عدد رو بخوای قرینش کنی یعنی این عدد رو مکمل 2ش کن. مکمل 2 کردن هم که از سمت راست صفرها رو و اولین یک رو عوض نکن، بقیه رو عوض کن. اما مکمل 2 کردن یه معنی دیگه هم داره دیگه، که نات کن به علاوه 1 کن. شما اگر یه عدد رو بیای همه بیتاشو عوض کنی بعد نتیجهش رو با 1 جمع کنی، کاری که کردی یعنی مکمل 2 کردی. پس بچه این فرمول انجام تفریق توی سیستم مکمل 2. البته این رو هم بگم تفریق رو میشه مستقیما انجام دادا. یعنی من میتونم آ و بی رو زیر هم بنویسم و با اون شیوه قرض گرفتن دبستانی کم کنم. ولی تو کامپیوترها تفریق اینجوری انجام میشه. چرا تفریق اینجوری انجام میشه؟ چون سخت افزارمون کم بشه. در واقع ما یه مدار سخت افزاری قرار میدیم تو پردازندمون که جمع کنه، بعد با اون مدار که داره جمع میکنه تفریق هم انجام میدیم. دیگه لازم نیست یه مدار دیگه بذاریم که تفریق هم بکنه. خب یه مثال با هم ببینیم. من یه تفریق 4 بیتی می نویسم، این با هم انجام بدیم.
بچه این تفریق 4 بیتی رو میخوام با سیستم مکمل 2 انجام بدم و نتیجه رو هم تو 4 بیت قرار بدم. خوبه چون ماشینم فرض میکنم 4 بیتیه. بعد فلگا رو هم بگم نه. خب من انجام میدم. عدد اول جمعش با نات عدد دوم که من نات عدد دوم این زیر می نویسم به علاوه 1 که 1 رو همین بالا میذارم. خب 1 و 1 و 1 1 1 و 0 و 0 1 1 و 1 0 1 و 1 0 کری تولید شد. حاصل عملیات 0 نیست. حاصل عملیات مثبت است. سرریزم اتفاق نیفتاده است چون تفریق دو عدد هم علامت، خوب به این دقت کنید، امکان سرریز نداره. همونطور که جمع دو عدد مختلف العلامت امکان سرریز نداره، تفریق دو عدد هم علامت هم حتما حاصلش تو رنجه. پس بچه ها نتیجه شد 0 0 1 1. سرریزی هم اتفاق نیفتاد. اگه 10 دهی میخوای فکر کنی این عدد منفی 3 و این عدد منفی 6، خب منفی 3 منهای منفی 6 باید بشه مثبت 3 دیگه که شده مثبت 3. من قبلا اشاره کردم خدمتون که ما میتونستیم این دوتا رو زیر هم بنویسیم و تفریق با قرض انجام بدیم و به جمع تبدیل نکنیم، هرچند کامپیوترها این کار رو انجام نمیدن، ولی بچه هم ما انجام بدیم. دوتا رو زیر هم نوشتم. 0 از 1 1 میشه. 1 از 0 قرض میخواد. این 0 میشه، این 2 میشه، چون مبنا 2 قرضی که میگیریم 2 واحد ارزش داره. 1 از 2 1، 0 از 0 0، 1 از 1 هم 0. دیدید که حاصلش فرقی نکرد. خب فکر کنم همه چیز خوبه. من یه تست مطرح میکنم، به این تست فکر کنید. هر جا لازم بود که فکر کنید حتما فیلم رو نگه دارید دوستان. تست هم اینه که با توجه به تفریق مقابل در سیستم مکمل 2 کدام گزینه شرط لازم و کافی برای وقوع سرریز است. من یه تفریق می نویسم به صورت کلی NBT. بچه این تفریق یه تفریق NBT خوبه. حاصلش هم فرض کنید که اینجوری نشون بدم. اینم حاصلش. تفریق NBT اصلا با چه روشی انجام میدم مهم نیستا. تفریق NBT سیستم مکمل 2 4 تا گزینه میدم، بگید کدومش نشون دهنده سرریز 1. AN منهای 1 و BN منهای 1 مساوی باشن، مخالف SN منهای 1 باشن. 2 AN منهای 1 و BN منهای 1 مخالف باشن و AN منهای 1 هم مساوی باشه با SN منهای 1. 3 AN منهای 1 و BN منهای 1 مخالف باشن و AN منهای 1 مخالف باشه با SN منهای 1. و گزینه 4 اینجا می نویسم AN منهای 1 و BN منهای 1 مساوی باشن و مساوی باشن با SN منهای 1. بچه این 4 تا کدومش سرریزه؟ حتما فیلم رو نگه دار، فکر کن. خب حالا که فکر کردی بابا، من فکر میکنم. بچه ها تفریق وقتی امکان سرریز داره که این دوتا متفاوت باشه علامتاشون، یعنی این اولیه مثبت باشه دومیه منفی یا بالعکس. چون اگه هم علامت باشن تفریقشون قطعا سرریز نمیده، تفریقشون حتما تو رنجه. پس بچه ها تو تفریق اگه اولی مثبت باشه دومی منفی، اون وقت این منفی در این منفیه میشه مثبت. دو تا مثبت جمعش انتظار میره که بشه مثبت، پس اگه بشه منفی یعنی غلط. یا اولی منفی باشه دومی مثبت، این تفریق رو انجام بدیم انتظارمون اینه که حاصل منفی باشه دیگه. اگه حاصل مثبت باشه میشه غلط. پس این دوتا یعنی فلگ وی فعال.
خب بچه معنی اینا چیه؟ معنیش اینه که آن منهای یک و بی ان منهای یک متفاوت باشن و در عین حال آن منهای یک با اس ان منهای یک هم متفاوت باشه. اگه این اتفاق بیفته سرریزه، که دقیقا گزینه 3 اینو گفته. آن منهای یک و بی ان منهای یک متفاوت، علامت ها متفاوت، بعد علامت آ هم با علامت حاصل متفاوت. چون درستش اینه که حاصل علامتش با علامت اولی یکی بشه. خب نشه غلط. فکر کنم که مشخص بود چی گفتم. خب دوستان، خب من نکات رو گفتم. یه تست دیگه هم مطرح میکنم، اینم با دقت فکر کنید بچه ها. سوالم اینه که فرض کن آ و بی در سیستم مکمل 2 هستند. پس از انجام عمل تفریق آ منهای بی مشاهده کرده ایم که فلگ های S و V مساوی شده اند. چه نتیجه میگیریم؟ پس بچه تفریق انجام دادیم، حالا با چه روشی اصلا مهم نیست. خب معمولا خب به جمع تبدیل میکنیم دیگه، ولی مهم نیست. بعد فلگای ساین و اوورفلو مساوی شدن. نتیجه چی میشه؟ یک، نتیجه اینه که آ از بی کمتره، آ از بی بیشتر یا مساویه، آ از بی بیشتره و آ مخالف بیه. بهترین گزینه رو میخوام، لازم کافی میخوام. حتما فیلم رو نگه دارید، فکر کنید. خب بچه های عزیز، وقتی که ما آمنهای بی رو انجام میدیم، خب وقتی که آمنهای بی رو انجام میدیم، اگر آ بزرگتر یا مساوی بی باشه، ما انتظار داریم که ساینمون بشه 0. یعنی انتظار میره که حاصل مثبت بشه. خوبه؟ چون وقتی که آ بزرگتر مساوی بیه، آمنهای بی میشه بزرگتر مساوی 0. مهم نیست منفی یا مثبت ها، به هر حال آ از بی بزرگتر مساویه دیگه. مثلا منفی 2 از منفی 3 بزرگتر مساویه. اون وقت منفی 2 منهای منفی 3 میشه مثبت 1. پس انتظار داریم که ساین بشه 0، ولی این انتظار به شرطی برآورده میشه که سرریز پیش نیاد. یه حالت دیگه ممکنه اتفاق بیفته و اونی که سرریز پیش بیاد، اون وقت برخلاف انتظارمون ساین میشه 1. این لازم کافی هم هست. خب دقت کنید چی شد. پس اگر آ بزرگتر یا مساوی بی باشه، مساوی هم باشه، این اتفاقات میفته. اون وقت انتظار میره که حاصل مثبت شود، به شرطی که سرریز اتفاق نیفتد، یا ممکن است سرریز اتفاق بیفتد و اون وقت حاصل منفی شود. یعنی بچه ها کل این داستان نتیجهش اینه که اس و وی مساوی باشن. میخوام بگم اگه شما دیدید که اس و وی مساویان، بدونید که لازم و کافی آ بزرگتر مساوی بیه. لازم کافی مهمه واسم. تو این تستم بمیسم لازم و کافی. حالا اگه آ کوچکتر از بی باشه چی؟ آ کوچکتر از بی باشه انتظار میره که حاصل منفی بشه، آمنهای بی بشه منفی، به شرطی که سرریز اتفاق نیفته. یا اینکه ممکنه حاصل مثبت بشه، که اگر چی بشه؟ سرریز اتفاق بیفته. چون سرریز کارش اینه. سرریز کارش اینه که حاصل مثبت رو میکنه منفی، حاصل منفی رو میکنه مثبت دیگه. مثلا بچه‌ها حالا نمیخواد مثالام ببینید. به هر حال بچه‌ها نتیجه اینا اینه که اس و وی مخالف هم باشن. پس هر وقت دیدیم که فلگای اس و وی مخالفن، این آ کمتر از بیه. به نظرتون آ بزرگتر از بی چیه؟ آ بزرگتر از بی مثل آ بزرگتر مساوی بیه. یعنی اس و وی مساوی میشن فلگای اس و وی، ولی یه شرط دیگه هم میذارم که زد هم 0 میشه. چون که مساوی نداره قطعا زد هم 0. این زد 0 رو اگه نذارم میشه آ بزرگتر مساوی بی. چون اگه آ بزرگتر از بی باشه قطعا حاصل عملیات 0 نیست. آ مساوی بی مثلا نتیجهش لازم کافی اینه که خب زد بشه 1 دیگه. اگر دیدید که زد 1 شد یعنی آ مساوی بی بوده. آ مخالف بی، خب لازم کافیش اینه که زد بشه 0. چون اگه آ مخالف بی باشه حاصل تفریقشون 0 نمیشه، پس فلگ زد میشه 0. فکر
فکر کنم بچه حرفام اوکی بود دیگه، نه؟ فقط با یک لحظه واسه این که درک کنید با 4 بیت اینو نگاه کنید. الان بچه ها این عدد آ، این عدد بیه، درست؟ با 4 بیت و موافقید که آ از بی بیشتره، چون که آ مثبت بی منفیه، پس آ از بی چیه؟ بیشتره. پس انتظار دارم که حاصل تفریقم بشه مثبت. ببینم میشه. خب اولی رو جمعش میکنم با نات دومی به علاوه 1. اینا رو زیر هم بنویسم جمع کنم. این دوتا رو هم یهو می‌نویسم 0 1 1 1. این دوتا رو خب جمعش میشه 0 دوباره 0 1 1. بچه ها دیدید که حاصل منفی شد، چپش 1 شد. چرا منفی شد؟ چون سرریز پیش اومده. پس حاصل منفی شد چون سرریز پیش اومده. پس اینطور نیست که آ از بی بزرگتر از بی باشه، آ از بی بزرگتر باشه حتما حاصل بشه مثبت. ممکنه سرریز پیش بیاد و حاصل بشه منفی. خب تقریبا همه نکات رو گفتم. یه سوالم واسه این که مطمئن بشم که به همه چی دقت میکنید. مطلوب است محاسبه حاصل تفریق 4 بیتی زیر در سیستم مکمل 2 و تعیین وضعیت فلگ ها. یه تفریق 4 بیتی می نویسم بابا جون. 1 1 0 1 منهای 0 0 0 0. بچه این تفریق رو انجام بدید که البته خب معلومه بیشتر هدف اینه که فلگا رو به دست بیارید. فیلم رو نگه دارید انجام بدید. خب من چرا این مثال رو گفتم؟ ببین بچه من گفتم که اگه آمنهای بی رو میخوای انجام بدی برو آ رو جمعش کن با مکمل 2 بی. مکمل 2 رو میشه یهو انجام داد که صفرهای سمت راست و اولین 1 رو تغییر نده. ولی اگه یهو انجام بدید یه مشکلی پیش میاد. وقتی که دومین عددم صفره، اگر یهو مکمل 2ش کنی خب مکمل 2 صفر میشه خودش. اون وقت تفریق رو که انجام بدی حاصل درسته میشه این، ولی کری رو تولید میشه شما نمیبینی. مکمل 2 بی رو یهو اگه انجام بدی، ببینید شما اگر بیاید بگید که خب من اولی رو جمعش کنم با مکمل 2 دومی، صفرم که مکمل 2ش میشه خود صفر، میشه 1 0 1 1. بعد میگی کری 0، در صورتی که این غلطه. کری واقعا 1 شده و شما ندیدی. چرا 1 شده؟ چون این یهو مکمل 2 کردن اون کریه رو نمیبینه، چون با 4 بیت داره انجام میده نمیبینه. ما تفریق رو گفتیم بچه ها با این فرمول انجام میشه. آ به علاوه بی نات به علاوه 1. و شما اینو اجرا کن. البته اشکال نداره یهو مکمل 2 کنی ها، ولی وقتی که دومین عدد صفره کری به وجود میاد که نمیبینیم. سایر مواقع درسته، فقط وقتی که دومی صفره این مسئله پیش میاد. بیا باز بهتر بگم بچه اگه بخوام من به حرف این گوش کنم، عدد اول رو جمعش میکنم با نات عدد دوم به علاوه 1. حالا اینا رو اگه زیر هم بنویسم، اگه جمع کنم 1 و 1 و 1 میشه 1 0 1 1. دیدید که کری اومد بیرون، نه؟ پس وقتی که عدد دوم تفریق 0 است، اگر یهو مکمل 2 کنی مراقب باش، کری به وجود میاد شما نمیبینیش. اگر این 0 نبود میتونی یهو مکمل 2ش کنی، مشکلی پیش نمیاد. من ولی عادت کردم نات به علاوه 1 میکنم. سایر فلگارم بگم، حاصل عملیات 0 نیست، حاصل عملیات منفی است، حاصل عملیات خطا نیست، حاصل عملیات درست است. خب دوستان من تمام نکات فکر کنم گفتم واسه تفریق سیستم مکمل 2. خب دوستان سیستم مکمل 2 رو کامل گفتم. سریع مرور کنم سیستم مکمل 2. دیدیم که یه سیستمی است برای نمایش اعداد مثبت و منفی. در این سیستم بیت سمت چپ عدد اگه 0 باشه عدد مثبته و 1 باشه عدد منفیه. برای یافتن ولیو یک عدد تو این سیستم به بیت ها ارزش میدم.
مثل سیستم بی علامت، فقط فرقش اینه که بیت سمت چپ ارزش منفی داره. دو عدد رو تو این سیستم بخوام جمع کنم به راحتی مثل اعداد بی علامت زیر هم می نویسم، جمع می کنم. و دو عدد رو بخوام کم کنم بازم میتونم مثل بی علامت زیر هم بنویسم، کم کنم. و همچنین میتونم توی مثل کامپیوترها عمل کنم، عدد اول رو جمعش کنم با قرینه دومی که یعنی مکمل دومی که یعنی نات دومی به علاوه یک. بعد راجع به فلگا هم که میتونم صحبت کنم که صحبت کردم. هر فلگی یه معنی داشت که قشنگ بحثش رو گفتم. سیستم بعدی که میخوام راجع بهش نظر بدم بابا سیستم مکمل یک. بدانید که سیستم مکمل یک دوستان در هیچ کامپیوتری استفاده نمیشه. همینطوری بیکاری میخوایم بگیم. در واقع بهبود یافته سیستم مکمل یک سیستم مکمل دوه. سیستم مکمل یک نواقصی داره، مثلا یکیش این بود که صفر رو 2 بار نشون میده. نواقص دیگه هم داره. بهبود یافتش سیستم مکمل دوه. واسه اینکه وارد بحث بشم من یه چند تا رشته می نویسم باینری، بفرمایید که اینا چه عددی رو نشون میدن تو سیستم مکمل یک. 1001 11001 11101 4 تا 1 6 تا 1 خدمتتون عرض کنم که 0110. بچه این اعداد تو سیستم مکمل یک بفرمایید که چه مقداری رو نشون میدن. یادم بیاد سیستم مکمل یک که همه بیتا ارزش داشتن مثل سیستم بی علامت و مکمل دو، فقط بیت سمت چپ ارزشش منفی بود. با چه مقداری؟ این که اگر سیستم بی علامت مقدار ارزشش مثلا x، شما از x یه دونه کم کن با علامت منفی. یعنی چی؟ خب این ارزشش 1 مثل بی علامت، اینم 2 مثل بی علامت، اینم 4 مثل بی علامت. این بچه ها تو سیستم بی علامت بود 8. تو سیستم مکمل 2 میشه منفی 8. تو سیستم مکمل 1 میشه منفی 7. ارزش این منفی 7، وزنش منفی 7. حالا شما اگر ضرب کنی و جمع کنی عدد مقدارش به دست میاد که میشه منفی 7 به علاوه 1 که میشه منفی 6. خب بعدی 1 2 4 8. این موافق باشید منفی 15. سیستم مکمل 2 بود منفی 16 بود. بی علامت بود 16 بود. فقط این بیت چپه که هی رفتارش داره عوض میشه. میشه منفی 15 به علاوه 8 به علاوه 1. اینم جالبه میشه منفی 6. بچه عدد بعدی 1 2 4 8 16 منفی 31 که باز اگه ضرب کنید میشه منفی 6. پس اون نکته‌ای که ساین اکستند می‌کردیم تو اینجا هم هست. یعنی بیت سمت چپ رو اگر بیای تکرار کنی مقدار عدد عوض نمیشه. این نکته هم تو سیستم مکمل 2 هست هم سیستم مکمل 1. بچه اینم 1 2 4 منفی 7 حساب کنید 0 میشه که در واقع 0 منفیه. واقعا هم راست میگه این 0 دیدیم قبلا. اینم 0. اینم بچه ها 1 2 4 منفی 7 که ضرب کنیم میشه مثبت 6. خب سیستم مکمل 1 پس من راحت بلدم ولیو به دست بیارم. جمع دو عدد در سیستم مکمل 1 به این صورت هست که دو عدد را مثل اعداد بی علامت زیر هم بنویسید و جمع کنید. خب مثل سیستم مکمل 2 بی علامت. اما خب یه نکته‌ای وجود داره و اگر رقم نقلی و بهتر اینجوری بگم و حاصل جمع را مجدد با رقم نقلی جمع کنید. پس حاصل جمع رو مجدد با رقم نقلی چیکار کنید بابا جون؟ جمع کنید. یه مثال با هم ببینیم. دوستان با 4 بیت من میخوام
این جمع رو انجام بدم. پس مثال با 4 بیت جمع کنید. سیستم چیه؟ سیستم مکمل 1. می نویسم با 4 بیت این جمع رو انجام بدیم. 0 1 0 0 جمعش با 1 0 0 1. یه جمع دیگه هم بنویسم 1 1 0 1 به علاوه 1 1 0 0. باشه این دوتا رو با 4 بیت انجام بدیم. بیا انجام بدم. این میشه 1 0 1 1. بچه کری بیرون نیومد. اگر کری 1 میشد این رو دوباره با 1 جمعش میکردم. در ضمن این مثبت 4، این منفی 6، اینو چک کن منفی 2. سیستم مکمل 1. بقیه فلگا رو مثل قبل میتونم بگم. حاصل عملیات منفیه. حاصل عملیات 0 نیست و حاصل عملیات خطا نیست. تشخیص خطا مثل سیستم مکمل 2. ببخشید. تشخیص خطا مثل سیستم مکمل 2. یعنی دو عدد مثبت و منفی جمعشون خطا نداره. بچه اینو انجام بدیم با هم. 1 0 0 1. یک کری اومد بیرون. پس دوباره بعد اینو با 1 جمعش کنم. این سیستم اینجوریه. یکم دردسر داره. که جمع کنم میشه 0 بعد 1 0 1. 10 فکر کن. این عدد منفی 2 بوده. این منفی 3 بوده. اینو چک کنی منفی 5. پس بچه کری که 1 شد. این کری اینجا باید منظور باشه. حاصل عملیات منفیه. حاصل عملیات 0 نیست و حاصل عملیات سرریز نداره. پس در سیستم مکمل 1 اگر جمع کردی دیدی کری تولید شد، حاصل و مجدد با اون کریه جمع کن. پس این جمع سیستم مکمل 1. همینقدر بدونید کافیه. بچه تفریق سیستم مکمل 1 هم فکر کنم توضیح خیلی خاصی نخواد، نه؟ تفریق باز تبدیل میشه به جمع دیگه. یعنی اولی جمع میشه با قرینه دومی و قرینه تو سیستم مکمل 1 یعنی مکمل 1 یعنی نات. اون به علاوه 1 سیستم مکمل 2 رو دیگه نداره. خب بعد بچه ها چون تبدیل میشه به جمع، نکته جمع هم که دیگه بلدم. بچه این تفریق رو میاد با هم انجام بدیم. این تفریق رو با هم انجام بدیم. این بهتره. خب قرار شد که عدد اول رو جمعش کنم با نات عدد دوم. زیر هم می نویسم که جمع کنم. پس عدد اول رو جمعش کنم با نات عدد دوم. 0 0 باشه 1. بعد من دارم چیکار میکنم؟ عذر میخوام. کری نمیده که. بعد این میشه 0. این میشه کری میده میشه 1. بعد این میشه 0. بعد این میشه 1. بعد کری میاد بیرون. حاصل دوباره با کری جمعش میکنم که میشه 1 0 1 1. پس بچه حاصلم شد 1 0 1 1. یه 10 چک کنیم ببینیم اوضاع چطوره. این عدد منفی 2 بوده. اینم مثبت 2 بوده. خب منفی 2 منهای مثبت 2 باید بشه منفی 4 که این عدد منفی 4. پس بچه تفریقم به راحتی تبدیل میشه به جمع و انجام میدم. فلگا رو هم بخوام بگم کری که 1. کری اینجا رو نگاه میکنیم ما. حاصل عملیات که 0 نیست. حاصل عملیات منفی سرریز هم که نداریم. خب بچه این شد جمع و تفریق سیستم مکمل 1. یه نکته هم راجع به جمع و تفریق اعداد بی علامت بگم که کم کم جلسه رو خاتمه بدم.
ببین بچه ها، جمع دو عدد بی علامت NBT حد اکثر میشه n به علاوه 1 BT. اینو فکر کنم قبول داری؟ شما دو تا عدد NBT رو که جمع کنی نهایتش n به علاوه 1 بیت بیشتر نمیخواد، حد اکثر انقدر میشه. میخوای یکم فکر کن. پس اگر برای حاصل جمع n به علاوه 1 بیت جا داشته باشیم هیچگاه سرریز نخواهیم داشت. خیلی واضحه که اگه من حاصلم رو توی فضای n به علاوه 1 بیتی بذارم خب جا هست دیگه، خطا پیش نمیاد. ولی اگر حاصل را در فضای NBT بگذاریم آنگاه امکان سرریز هست که کری همان سرریز می شود. بچه ها تو هر سیستمی فلگا ممکنه یه مفهومی داشته باشن. تو سیستم مکمل 2 و مکمل 1 دیدیم که کری که 1 میشه نشون دهنده سرریز نیست، اما تو جمع بی علامت اگر حاصل تو n تا بیت بذاریم کری نشون دهنده سرریز. یعنی کری اگه 1 بشه یعنی یه چیز با ارزشی رو از دست دادیم. بچه ها مثلا الان این جمع رو من بخوام انجام بدم خب با 4 بیت میشه 1 0 0 1 و 1 هم 0 1. خب این بچه ها 8 بی علامت، اینم 9. خب جمعش باید بشه 17. اگر 5 تاشو نگاه کنی 17، ولی اگر فقط 4 تاشو نگاه کنی خب 17 نیست دیگه. در واقع این اگه در نظر نگیری میشه خطا. یعنی اگر شما 4 بیت بیشتر جا نداری کریت شده 1 که در نتیجه سرریزت شده 1. کری همون سرریزه. ولی اگه 5 تاشو به عنوان حاصل بگیری دیگه خطا نداری، 17 دیگه. پس این نقطه جمع اگه جا داشتی که سرریز نداری، اگه نداشتی کری بیاد بیرون یعنی سرریزه. خب بچه ها واسه تفریق بی علامت هم به این دقت کنید که باز دو روش میشه تفریق بی علامت انجام داد. روش یکی اینه که تفریق رو تبدیل کنیم به جمع. جالبه با اینکه سیستم بی علامته ولی اون روشی که تو مکمل 2 رفتیم تو اینجا هم میشه رفت. اصلا عملیات سیستم مکمل 2 بچه‌ها مثل عملیات سیستم بی علامته، فقط تعبیر فلگاش اینا فرق داره. پس یه روش اینه که به جمع تبدیل کن. خوبه، پس روش یک این شد که به جمع تبدیل کن. یه روش هم اینه که با قرضگیری انجام بده. پس برای تفریق بی علامت میشه هر دو روش رو اجرا کرد مثل سیستم مکمل 2. خب بچه بیاید با 4 بیت تفریق انجام بدیم. خب بچه های عزیز با 4 بیت این تفریق رو انجام بدید. سیستم هم چیه؟ بی علامت. خب بیاید انجام بدیم. روش 1، عدد اول به علاوه مکمل 2 عدد دوم. میتونم یهو مکمل 2ش کنم چون 0 نیست، فقط 0 باشه خطرناک. یهو مکمل 2 هم که بلدم، صفرای سمت راست و اولین 1 رو تغییر نمیدم. خب این بچه ها جمع. حالا زیر هم دوست داری بنویس، جمعش کن که میشه 1 1 1 0 کری تولید شد. پس حاصلمون شد 0 1 1 1. فکر نکنید این کری نشون دهنده سرریزا، این تفریقا. تو تفریق دیگه این کری معنی رو نمیده. الان بچه اگه چک کنید این بنده خدا بودش 13 بی علامت، اینم 6. خب 13 منهای 6 شده 7 دیگه، کاملا درسته. پس این تفریقا. خب ولی این کری معنی باحالی داره که خیلی مهمه. بچه معنیش اینه که اگر خب تفریق بی علامت آمنهای بی را با روش جمع انجام دهیم آنگاه اگر آ بزرگتر مساوی بی باشد
لازم و کافی کری میشه 1. اگر آ کوچکتر از بی لازم و کافی کری میشه 0. بچه‌ها کری معنیش اینجا واسه مقایسه است، یعنی کری 1 بشه یعنی آ از بی بیشتر مساوی بوده. میتونم یه اثبات هم بگم اگر حالا مایل به اثبات هستید. ببین بچه‌ها شما داری آ منهای بی رو، خب آ رو جمع میکنی با مکمل 2 بی، درسته؟ با اینکه سیستم مکمل 2 نیستا، ولی مکمل 2 یه فرمول ریاضیه به هر حال دیگه. بچه‌ها مکمل 2 بی اگه بی ان بی تی باشه یعنی 2 به توان n منهای بی. فرض کن اعداد n بی تی ان. پس انگار داری این فرمول رو اجرا میکنی که اینو میشه نوشت 2 به توان n به علاوه آ منهای بی اگه اعداد n بی تی باشن. حالا بچه‌ها دو تا حالت پیش میاد. اگه آ از بی بیشتر مساوی باشه اون وقت حاصلمون میشه آ منهای بی و این 2 به توان n میشه کری، چون این 2 به توان n بچه‌ها میشه بیت n به علاوه 1. 2 به توان n توی n بیت جا نمیشه. وقتی که آ از بی بیشتر مساویه این میخواد از این بزنه بالا دیگه، یعنی به این داره اضافه میشه، پس این میپره بیرون یعنی کری میشه 1. ولی اگر آ کوچکتر از بی باشه اون وقت 2 به توان n به علاوه آ منهای بی، خب این یه عدد منفی میشه که از این داره کم میکنه. بعد شما از 2 به توان n که کم کنی قطعا کریت 0 میشه دیگه، چیزی بیرون نمیاد. از 2 به توان n که بیت n به علاوه 1 داری یه چیزی کم میکنی، طرف میاد تو انتا دیگه. پس خلاصه این که تو تفریق بی علامت با روش جمع اگه کری 1 شد بفهم که عدد اول از عدد دوم بیشتر مساوی بوده. انشالله گیج نشده باشید بابا. روش قرضم بیاید با هم ببینیم بابا. روش قرض، همین مثاله روش قرض. مثال چی بود؟ 1 1 0 1 منهای 0 1 1 0. نه، با روش قرض همین تفریق رو میخوام انجام بدم. هرچند کامپیوترها این کار رو معمولا انجام نمیدن، گفتم چرا. کامپیوترها به جمع تبدیل میکنن، ولی من چون آدمی زادم میتونم. خب 0 از 1 1 1 از 0 قرض میخواد، این 2 میشه 1 از 2 1 اینم قرض میخواد، 0 میشه 2 1 از 2 میشه 1 و 0. حاصل که درسته. فقط اینجا بچه ها فلگ سی معنی کری نمیده، فلگ سی اینجا معنی بارو میده. معنیش اینه که آیا شما قرض نیاز داشتی واسه مرحله آخرت یا نه. مرحله آخرم یعنی بیت آخرم بچه ها 0 از 0 کم شد، نیاز به قرض نداشتم، یعنی باروم 0. اینجا دقیقا برعکسه. اینجا اگر آ بزرگتر یا مساوی بی باشه مثل این مثال، اون وقت من بارو نمیخوام، قرض نمیخوام، نیاز به قرض ندارم. و اگر آ کوچکتر از بی باشه اون وقت نیاز به قرض دارم. پس این سیه بچه ها معنیش میشه مقایسه. من یه جمع‌بندی بکنم که میترسم یه وقت قاطی کرده باشید. این بچه ها جمع‌بندی اینه که توی سیستم مکمل 2، بذار رنگ قرمز شاید اذیتتون کنه. بچه ها تو سیستم مکمل 2، خب وقتی که تفریق انجام میدیم با چه روشیش مهم نیست. اون وقت اگر فلگای اس و وی مساوی بودن لازم و کافی نتیجه شد که آ بزرگتر مساوی بی. اگر فلگای اس و وی مخالف بودن نتیجه شد که آ کوچکتر از بی. حتی نکات دیگه هم گفتم که مهمش همین بود. اما توی سیستم بی علامت، یعنی اعداد اگه بی علامت باشن بابا جون، اون وقت اگه تفریق رو بیایم با جمع انجام بدیم، اون وقت فلگ سی اگر 1 باشه معنیش اینه که آ بزرگتر مساوی بی و فلگ سی اگه 0 باشه معنیش اینه که آ کوچکتر از بی. و اگر بیایم تفریق رو با قرض انجام بدیم، فلگ سی اگر 0 باشه
یعنی ما نیاز به قرض نداریم و فلگ سی اگر 1 باشه یعنی نیاز به قرض داریم، یعنی آ کوچکتر از بیه. خب دوستان یه جمع‌بندی کردم و از بحث سیستم ها. یکی دو بار این ویدیو رو حتما ببینید که ریزکاریایی که گفتم تو ذهنتون بشینه و یه وقت قاطی نکنید. این جلسه رو خاتمه میدم. انشالله در ویدیو بعدی بحث رو ادامه میدم. خدا نگهدارتون.